از طرف هر کی که امر شده بود که سلیم شاهین داخل فستیوال نمانیم. ما فهمیده بودم، ما اصلا ما لازم شما آمده بودین؟ ما آمده بودم. رئیس عمومی مرا گوشه کرد، لیست کشید که نام من نوشته بود که سلیم شاهین بچه به هیچ عنوان داخل فستیوال نمانیم. پس اما تو بود چرا فیلمتان کاندید دادین آقای ما هیچ چیز احساس نمیکردم. وقتی که جشنواره ملی در یک کشور از طرف دولت جور میشه، ما چی خبر که شخصی شده؟ چی خبر؟ چرا مرا دعوت نکردن؟ چرا فیلم ما رقابت بود؟ چرا پس شد؟ به خاطر که در بهترین هم رفت 3 روز پیش از افتتاح بله که در نمایش سینما باید من تلفن کردم برای رئیسه صاحب، گفتم خانم عزیز، رئیس نازنین، متوجه باش که اینجا اینطور فیلم ها این بالاترین فیلم ها، این داورا کی است؟ من اختیار ندارم داورا. خب من سبا روز با داورا ما میتونم که جرا گفت دلت هر چی که میتونی تلفن گل کرد. این مقدر بس خلاص. موازی این مقدر گپ زدیم که یک روز خود شنیدی، حتی ما صدایشم ثبت کردگی است در موبایلم که ما هیچ چیز نگفتیم، صدای ما صدای از هم. ما توهین برش نمیگم. اما شاهین صاحب اجازه بدین، من یک چیز خیلی جالب در اون محفل شنیدم که حتی ما با گوشای خود شنیدم، برای ما گفتن که شما در تلفن گویا اخطار داده باشین که اگه فیلم اول نشه ما نمیمانم دیگه. ما هیچ وقت در زندگی گستاخی را نمیکنم. فیلم ما تصویر خودش گپ میزنه. شما در جای ما تو را گپ میزنم در جای همچه حرف را در کس گفته بودین در بین هیچ وقت نمیگم، در زندگی نمیگم، هیچ کاری نیستم، تناستم. ما سینماگرا سر از امروز نه پشتیبانی میکنم نه دفاع میکنم از حقوق خود. سینماگرا رو من کلش شناختم. شما فکر کنین که گپ سر گپ آمد. اولش چرا کارت ندادی برای من؟ دویمش که در فیلم ما در تمام فیلم ها در رقابت بود، بالاترین بیننده را اگر نداشت مرا اعدام کنین. برادر عزیز سعی کن چند گپ برات میزنم. اولش اسد سکندر، فیلم های بالایش پدر در کاندید بود. یک تصویر از فیلمش خب ما خراب نبود. ما خراب واقعا. تو خب این کارم کردی. اسد سکندر یک بچه آمد از اینجا، بچه های کارتیسی از بغلش کش میکنه که بخی که یک رئیسه میه. دویمش تو که هیچی کارا رو هم نکدی. سینما انعکاس دهنده یک جامعه می باشه. قلم است، قلم کچ نکنین، قلم راست در راه راست هدایت بکنین. شاهین صاحب عکس العمل دیگر سینماگرها چی بوده؟ در اونجا من متوجه شدم که نه تنها فیلم های شما، عموما فیلم های تجارتی در ردیف کاندیدا نبود. اولا سرازیا چی کرده بود؟ یک سازش بود که سلیم شاهین کوبیده شود. دیگه نقطه در یادم اومد. فیلم سکوت $120,000 مصرف کرده. گپ خود رفیقای ما هارون صدیقی و فرید محیبی. فیلم بالا که در امریکا هم گپ خودشان در این فستیوال یک تقدیرنامه که به در تو لشکر وارد دادشه. آیا می لازم بود؟ فیلم های عکس ها را ایوارد داد. فیلم جوانه به در گلیم یک تقدیرنامه که معمیال دم دفتر ما چم یک موتر بیار که من تقدیرنامه برات بدم از خارج داخل. اگر ندادم یک برنامه نشان هیچ سلیم شاهین نیستم. یک 80 تا ایوارد دارم، ایواردهای بسیار قیمتی، از درمندر گرفته تا امیتاب بچن تا یک سفیر تا لندن برای ما بیادر سکو بسیار یک چیز بلند برای ما داد بیادر سکو. ما در این چیزا رای نمیزنم. ما هزی باد پشتیبانه هیچ سینماگر نیستم که با خبرت میکنم. اینه برای ما ثابت شد وقتی که 2 دفعه 3 دفعه سرمه اینا وار کرد یا صدای خود نکشید بلکم که اول شون. اولی چی میشد؟ شما رو بازی داد، شما رو فریب داد.